یک خبرنگاری هلندی میگوید بعد از تقریبا 5 سال تحقیق و جستجو در افغانستان معلوم کرده است که مولو عمر رهبری طالبان در افغانستان بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2001 به جای نرفته است. بدم در کتاب درباره مولو عمر و همراهانش نوشته است که رهبر این گروه افراطی در خود افغانستان و نه چندان دور از یک پایگاه نظامیان امریکایی پنهانی زندگی میکرده است. همکارم عبدالله شور این خبر را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله، و این خبرنگار واقعا برای ثابت کردن ادعاهایش چی دلیل‌های آورده است؟ ژورنالیست هلندی بدم در کتاب با نام زندگی مخفی مولو عمر میگوید برعکس گفته‌های مقامات امریکایی و افغان، رهبری سابق طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است. در این کتاب که ماه فوریه نشر شد، بدم نتیجه صحبت و تحقیقات‌هایش را بر اساس مصاحبه‌ها با اعضای طالبان و زندگی نامه‌های آنها خلاصه کرده است. خلاصه‌های مؤلف با زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و بعدی ورودی نیروهای بین‌المللی با رهبری امریکا برکنار شدند. برای سری مولو عمر که به گروه القاعده پناهگاه داده بود، امریکا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. در تحقیقات خود بدم ادعا میکند که مولو عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل در شهر قلات زندگی میکرد. و عبدالله، در همین مکان امریکایی‌ها پایگاه نظامی داشتند و پناهگاه مولو عمر همگی چند کیلومتر دورتر از پایگاه قرار داشت است و در اینجا گفته می شود که در اوج جنگ‌ها در این پایگاه حدوداً 1000 نظامی از امریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو در پایگاه مستقر بودند. و خودی درباره نقش مولو عمر در اداره گروه طالبان چی گفته می شود؟ آیا در این پناهگاه قادر بر رهبری عملیات‌های طالبان بوده است یا دستی کوتاهی داشته است؟ بله طاهر، به نوشته مؤلف، مولو عمر از پنهانگاه‌هایش نمیتوانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه‌ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح امریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظی شخصی مولو عمر را در پنهانگاه‌هایش اجرا می‌کرد. عمری که فعلا در یکی از بازداشتگاه‌های خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد، گفته است که مولو عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت، ولی سخنگوی حکومت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرد و توسط صحیفه خود در شبکه اجتماعی توییتر گفت که افغانستان شهادت انیق آن را دارد که مولو عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همانجا گذشته است. طالبان مرگ مولو عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبری جنگیان در یک بیمارستان شهری کراچی پاکستان درگذشت. تشکر زیاد عبدالله برای صحبت.